من شروینم. امروز هم یک شنبه است. شاید بگی که خب اوکی چیکار کنم. هر کاری میتونی بکنی، به خودت مربوطه. ولی چه بارونی داره میاد، یعنی بارون ملول داره میاد. و عرضم به خدمتت که یه مسئله رو میخواستم بگم، هنوزم میخوام بگم. خب اینو داشتم میگفتم، همیشه شاید اونجوری نباشه که تو فکر میکنی و همیشه زندگی اونجوری که تو دوست داری و در واقع اونجوری که تو دوست داری شاید پیش نره، ولی مسیریه همیشه که تو باید بری، حالا به هر دلیلی. امروز من این بود، من صبح پا شدم هلوش مثلا ساعت حالا 7 اینا، هوا صاف تمیز. بعد گفتم خب عالیه، امروز میخوام شروع کنم یه سری داستانا رو. خب هوا عالیه و اینا. رفتم کارامو کردم که بزنم بیرون. هوا اینجوری همونجوری که میبینی داره بارون میاد و بارون عزیزی هم هست. نگم برا. مهم اینه که بری. میدونی گاهن ممکنه بشینی دست تو دست بذاری انجام ندی، ولی چیزی که هست و چیزی که خیلی مهمه اینه که تو باید انجامش بدی. اگه برنامه‌ش رو چیدی، اگه تو فکرت بوده و اگه قرار گذاشتی با خودت، هیچ از خودت مهمتر نیست. اگه قرار گذاشتی با خودت که انجامش بدی، باید انجامش بدی. یعنی قشنگترین مصداق این مسئله نایکیه که میگه just do it. حالا بارون بیاد، سیل بیاد، برف بیاد، هر چی که هست.